یک پارچگی، تامین امنیت، اخلاق نکو در این ولایت کمک کرده باشند و کمک کنند. برادران عزیز، با خودم هم یک سپاسگزار هستم. میخواستم در جوانی خود تلاش داشتم که در همه رفته‌های سپورتی خودم مشغول بسازم و متاسفانه که در انقلاب پی در پی تحولاتی که آمد از سپورتا به بهره ماندم و رفتم در جهاد در مقاومت مسئول شدم. من خوش هستم امروز جوانای عزیزه که در اینجا میبینم که اینا در ولایت بغلان این دفتری که آرزوهای ما از دیرین وقتا بود که ما در هر ساحه و هر محیطی که بریم که نامی از دفتر مسعود عزیز باشه، ما در خدمتش باشیم و در خدمت جوانای عزیزش در اینجا باشیم. امروز الحمدلله که او آرزوی ما برآورده شد که جوانای عزیز در این دفتر میبینم که به نام دفتر بنیاد مسعود شهید در اینجا دفتری دارند. برادرای عزیز، مسعود عزیز نه تنها این بوده باشه که نام ما یا عکس مسعود در سر دفترها و لوحه‌های ما باشه، خدای ناخواسته از عکس از او و از نام از اون استفاده سو شود. مسعود که در این راه شهید شد یک آرمان داشت، یک مکتب بود، یک هدف داشت. هدف مسعود آزادی افغانستان بود. هدف مسعود حاکم بودن قرآن در این سرزمین بود. هدف مسعود وحدت ملی در این سرزمین بود. و شما همه شناخت دارید که در حالت بسیار تنگاش، در حالت بسیار جنجال برانگیزه که بالای مسعود دشمنای مردم افغانستان آوردن، اما مسعود تا آخرین زمان هم سر وحدت ملی در این کشور تاکید میکرد، سر یک پارچگی در این کشور تاکید میکرد، سر یک دولت مرکزی در این کشور تاکید میکرد. و امیدوار هستم که شما جوانای عزیز که آینده سازی سرزمین هستین، آینده ساز افغانستان هستین، حاصل خون شهدای عزیز افغانستان هستین که 2 میلیون خون شهید در این سرزمین ریخته، حاصل شما جوانای عزیز هستین. جوانای عزیز، 2 میلیون خون شهدای شما که در این سرزمین ریخته، اگر 5 لیتر خونشان در این سرزمین ریخته باشه، افغانستان رنگین میشه مثل گل لاله وری. خدای ناخواسته نشه که و رشد شما و جوانای شما که در آینده سازی کشور هستید، خدای ناخواسته خون شهدای عزیزتان فراموششان شود. به روز محشر اون شهدای عزیز ما دستشان به لیاقت شما و ما باشه که 2 میلیون شهید به خاطر حاکم بودن قرآن، حاکم بودن دین، حفظ ناموس، وحدت ملی در این سرزمین ما از دست دادیم و امروز خدای ناخواسته آرمانش هدر بره. خواهش من این است که وقتی که در دفترتان نام مسعود میگذارید، هدف مسعود مد نظر داشته باشید، آرمان مسعود مد نظر داشته باشید. انشالله وقتی که هدف مسعود، آرمان مسعود شما مد نظر داشتید، هم سرفرازی دنیایتون است و انشالله هم از آخرتتان داشتید. برادران عزیز، من در ولایت بغلان نیز یک مامور در خدمت شما هستم. در همه راستا ما میخواهیم همکار با شما باشم، در نزدیکترین ساحه با شما دفتر داشته باشیم، ببریم دفترتان جای مناسب نیست، در کوچه است، در یک جای